الکامپ 22 برخوردیم به یه زن و شوهری که یه شرکت دانش بنیان دارن و حمایت میکنن از کسب و کارهای مختلف. یه گپی زدیم با اونها ببینیم که نظرشون در مورد دانش بنیان شدن و کلا استارتاپ ها چیه و جهانی فکر کردن. با ما همچنان با گزارش‌های جهش در صفحه اول آپارات همراه باشید. حمید بهنگار هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت پرتوزآبرایان و همسرم آیدا محققی مدیر عامل مجموعه هستم. این در واقع گروه شرکت‌های پروتاپ هست. در 3 تا حوزه داریم فعالیت می‌کنیم. حوزه اولمون تجهیزات زیرساختی سخت افزاری هست. در حوزه نرم افزار هم ورود کردیم و یک بخش هم داریم که در واقع بخش‌های اینویشن نوآوریمون هست. یعنی این 3 تا حوزه رو مستقل من و خانم داریم فعالیت می‌کنیم. خب هر حرکتی و هدف گذار باید مطابق با هدفی باشه که تعیین می‌کنیم. مخاطبان ما بازدید کننده‌های الکامپ نیستن، ولی ما خودمون به عنوان بازدید کننده برامون نمایشگاه الکامپ خیلی مفیده. ترجیح میدیم به عنوان بازدید کننده تو نمایشگاه حضور داشته باشیم تا شرکت کنیم. برای استارتاپ ما یه چیزی برامون خیلی مهمه، اینکه هر کاری رو حالا در قالب استارتاپ که می‌خوایم شروع بکنیم، نقطه شروعمون رو باید تعیین بکنیم. تارگتمون رو باید مشخص بکنیم، این که از چه زمانی می‌خوایم بهش برسیم ما باید تعیین کنیم. نمیشه برای هر استارتاپ یا هر شرکتی نمیشه یه فرمول ثابت بچید که تو باید چیکار بکنی، تو چه مدتی بری، خوبه یا بده. موضوعی که بتونن دقیقاً با منابعی که دستشون هست هدف گذاری صحیح کنن، یه نقطه شروع درستی انتخاب کنن. میتونه از اول اون تفکر یا اون ایده با نگاه جهانی باشه. نگاه جهانی هم منظور من این نیست که مثلا به بازار کل جهان یک باره فکر کنه. میتونه بازار کشورهای منطقه رو بیاد نگاه بکنه. به خاطر در واقع فسیلیتی‌ها یا امکاناتی که الان دولت فراهم کرده یا سیستم در واقع حمایتی که دولت فراهم کرده، بیشتر شرکت‌ها برای جذب اون حمایت‌ها به سمت دانش بنیان شدن رفتن. درسته که این جذابیت‌ها هدفش هم همین بوده که مجموعه از اون حالت تجاری خاص یا مثلا دلالت یا کارهایی که ارزآوری نداره یا ارزش افزوده نداره خارج بشن، دور بشن. ولی به صرف اینکه برای جذب اون امکانات بیایم دانش بنیان بشیم رو من زیاد باش موافق نیستم. اما اینکه چه مسیری طی بکنه، همون اشاره زیبایی که شما کردی اول هدف گذاری هست. بعد خب ما مثلا تو استارتاپ های چیزی رو به بچه‌ها آموزش میدیم، یه بوم کسب و کاره. برای ابتدای کار به نظر من سوالات بسیار مهمی توشه. شاید خیلی ساده است، شاید تو 3 روز بچه‌ها اون عمقش نمی‌بینن، ولی این مباحث باید هر کدوم واقعا بهش پرداخته بشه. چه اشکال داره که کاستومر سگمنتیشنش جهانی باشه؟ چه اشکال داره ولی اون ولیو پروپوزیشنش مثلا این دانش بنیانی باشه؟